تا صد از کی سلکت داریم، مدل اکتور و مدل KS3. چه ویژگیایی دارن؟ همه نوتیفیکیشن ها رو میاره، از فارسی هم پشتیبانی میکنه. قابلیت پالایش خواب داره، 150 تا حرکت ورزشی رو میشناسه، ضربان قلب و اکسیژن خونم اندازه‌گیری میکنه، سطح استرس رو میسنجه و میگه نفس بکش آروم باش. قابلیت پخش موزیک دارن، ضبط صدا هم داره، قطب نما هم دارن، صفحه نمایش همیشه روشن هم داره. با KS3 میشه بازی کرد. اکتور 500 میلی آمپر ساعت باتری داره تا 2 هفته دوام میاره، KS3 هم 400 میلی آمپر ساعت باتری داره، اینم تا 2 هفته دوام میاره. این که بیشتر از 200 تا واچ فیس دارن و کلی قابلیت نرم افزاری، دیگه برید خودتون تهاتشو در بیارید. ولی تونتون بهتون ویژگیاشو گفتم، اما رو دستتون که میذارید حقیقتا تجربه خوبیه و حس خوبی ازشون میگیرید. مخصوصا این مدل اکتور من خیلی باشه ارتباط برقرار کردم. درسته که صفحش بزرگه ولی کیفیت صفحه نمایش خیلی خوبی داره. 1.6 اینچ صفحه نمایش LTPO AMOLED. KS3 صفحه نمایشش یکم متفاوت تره، 2.1 اینچ AMOLED و البته یکم هم خمیده. جفت این ساعت ها رو با نرم افزار KSOS میتونید به گوشی اندرویدی یا iOS تون وصلش بکنید و حقیقتا تجربه وصل کردنش و پی کردنش و اینکه دیتایی که روی اینا داشته باشه بیاد رو اپ هلس هم بشینه، هم ویژگی مثبت، هم واقعا یه محیط کاربری خیلی خوبی رو بهتون ارائه میده. در کل با 2 تا ساعت از کی سلکت در ارتباطیم که مدل اکتور 4 تا 4.5، اینم 3 تا 3.5، یک تجربه بسیار ترتمیز از ساعت‌های اقتصادی رو بهتون ارائه میده. هم محیطش نرم و روونه، هم واقعا کارایی خوبی داره و در کل میتونه توی این رنج قیمت عملکرد تجربه‌ای و حستون فوق‌العاده باشه.